مقامات روسلخوزنتزور هفته گذشته در فرودگاه شهر ولگاگراد از بور و بغوج مسافرانی که از تاجیکستان می آمدند 75 کیلو محصولات خوراکه به دلیل نداشتن سندهای لازم مصادره کردند. ریاست روسلخوزنتزور ولایت رستوف، ولگاگراد، استرخان و جمهوری قلمیقستان خبر داد که طی یک هفته آخر در فرودگاه ولگاگراد هنگام تفتیش بغاج و بار دستی مسافرانی که از تاجیکستان می آمدند محصولات تحت کرانتین وارد کردنش به روسیه ممنوع، آشکار و مصادره شده است. وزن عمومی محصولات مصادره شده 75 کیلو را تشکیل داده ارخیس، چهارمغز، بادام، پسته و دانک زردآلو، غولینگ و مویز، کنجد، سبزیجات و کبوتی، شیرینی ها، سیب و گیلاس و انجیر، لیمو، نهال لیمو و محصولات های دیگر را در بر می گرفت آمده است. در اطلاعیه رسمی رسانه های محلی خبر دادند که تنها از یک مسافر تاجیکستانی 13 کیلو محصولات خوراکواری با شمول گوشت گاو، قروت و چکه و جرغات مصادره کردند. روسلخوزنتزور گفت تمام محصولات های مصادره شده برای تشخیص فیتوسانیتاری سپرده شده بعدا نابود کرده خواهند شد. روسلخوزنتزور چند سال باز از خارج به روسیه آوردن بسیاری از نوع‌های محصولات غذایی و رستنی را محدود کرده است. این محدودیت ها بعد خروج کرونا ویروس بیشتر کرده شد.